وقتی بقیه ترمز میکنن من فقط گاز میدم. جمله مشهوری که قهرمان 7 دوره فرمول 1 جهان اونو رمز موفقیتش میدونه. مایکل شوماخر یکی از معروفترین رانندگان فرمول 1 دنیا و زاده کشور آلمان غربیه. جالبه بدونید شوماخر اولین قهرمانی خودش رو در 6 سالگی در مسابقات محلی اتومبیل رانی کسب کرده. شوماخر بیشتر دوران ورزشی خودش رو با تیم فراری سپری کرده و دارای 7 عنوان قهرمانی جهانه که 5 عنوان از اونها پیاپی بودن. اون در سر قابل توجهی از درآمد 100 میلیون دلاری خودش رو صرف امور خیریه کرده. اما مایکل در سال 2013 حادثه تلخی رو تجربه میکنه. هنگامی که با پسرش برای اسکی به فرانسه رفته بود به علت برخورد با صخره از ناحیه سر دچار سانحه شد و برای مدت طولانی به کما رفت. بعد از این سانحه خانواده اون ترجیح دادن در سکوت خبری و کاملا خصوصی از او مراقبت کنن.